این 10 شبانه روزی که در پیش داریم برادرای عزیز بسیار دهه تاج شبها هست. این خیلی دهه نیست دیگر و الله تعالی اگر تا پگاه زنده باشیم ما رو به این دهه رسانید و باید غنیمت دانیم. بهترین موسمی مسلمان ها هست دهه آخری ماه مبارک رمضان و امروز 20 روزش 20 شب گذشت از ماه مبارک رمضان. 2 دهه آیا ختم قرآن کردیم؟ چه عمل کردیم؟ 10 روز دیگر ماند. به نهایت همین سال نسبت سالهای پیشین با تیزتر گذشت. بنابراین برادرای عزیز اگر محروم آن آدمی که از شب قدر محروم شده است، برای آنکه یک شب عبادت میکنید و 83 ساله زیادتر گویا که عبادت کردید. اگر حاضر برای ما و شما گفته شود که در داخل 1 سال 1 شب مهنت کنید از شام تا بامداد، همین کتی 83 سال خورده خواروید، یعنی دیگه کار نکنید میشد. یعنی که یک آیلی که شبی 1 شب میگیرید از 83 ساله کارتان بهتر است. گوید روی میبیاریم به همین کار، همه اجرا میکنند و محروم آن آدمی که همین شبای قدر نمیکند. حالی بعضی علما ابن الجوزی ابوالفرج ابن الجوزی رحمت الله علیه نقل کردین تمنیات اهل قبور. اهل قبور میگفتن که کاش برای ما 1 روز الله تعالی اجازت میداد که رفته 1 روز روزه داشته بیم گشته، یعنی در 1 روز خیلی عملهای صالح میکنیم و وقتی که اینجا میبینیم ملکه خیلی برد کردیم. بنابراین برادرای عزیز نه پگاه ملکه من امروز 19مین روز ماه رمضان است، از 3 دوی آن رفت. باید کوشش کنیم، غیرت کنیم. کسی که امکانیت اعتکاف نشستن دارد اعتکاف شیند، چون که سالهای نوبتی سالهای آینده شاید هست یا نیست، یا بیمار هست یا مشغول هست. انسان نمیداند تا سال آینده چی حادثه ها روی میدهند. امروز که امکانیت دارید اعتکاف شینید، این سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را زنده کنید اگر امکانیت داشته باشید.